هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. الله آفرید برای منفعت شما همه زمین را. اینجا یک سوال پیدا میشه که کلش برای منفعت است. اینجا سوال پیدا میشه مار خطرناک است، زهره که میزنه میکشه. مار، گشتم، بسیار چیزهای دیگه در زمین است، نه؟ غندل، این چطور به منفعت ماست؟ سوال جوابش است که اگر در ظاهر بعض ضرر و این گپا داره و منفعت داره، مزارش هم منفعت داره، نه؟ هم گشتم هم داره. هر چیز که منفعت انسان برای منفعت انسانه. حتی این مگسا را تحقیق کردن دیدن بسیار منفعت داشته. بسیاری چیزهای میکروبا و ویروسا را گفتی کشف میکنه. خب این مگسا به منفعت بوده. چیزی را که دیدن به منفعت انسان بوده. خب انسان نمیفهمیده. هم به منفعت است. ثم استوى الی السماء، باز قصد کرد الله به طرف آسمان، فسواهن، جورش کرد 7 آسمان. اینجا یک سوال دیگه است. از یاد چی فهمیده میشه؟ خلق لكم ما فی الارض جميعا، زمین بر شما آفرید، ثم استوى، باز قصد کرد به طرف آسمان، جور کرد 7 آسمان. از این چی فهمیده میشه؟ اول زمین پیدا شد، باز آسمان. چطور گپ است؟ امی گپ است در حالی که یک آیت دیگه سورت 30 سعی کنین سورت نازعات ببینین، سپاره 30 سورت عامه، چیز نه سپاره عامه شما میگین، سپاره عامه را سعی کنین. الله در سورت چی میفرماید؟ سورت نازعات، بعد از سورت عامه یتساءلون سورت نازعات است و نازعات غرقا. در اینجا الله میفرماید که از این تو فهمیده میشه که اول آسمان خلق شده با زمین. از اینجا ای تو فهمیده میشه که اول زمین باز آسمان. یکم تا بیدینا همین تو چیزا میکنن. در قرآن تناقضات است، میگه گلوری است. یک جای گفته اول زمین با آسمان، دیگه جای گفته اول آسمان با زمین. مثلا در آیت چندش؟ در آیت 27 میفهم انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. آیا شما شدید هستین؟ خلقا در پیدایش سخت است، ام السماء، یا آسمان، بنا که الله را جور کرده. میگه خلقت شما بسیار سخت است یا آسمانا؟ آسمانا سعی که کلام ما خو یک میده جان ماست، نه؟ در یک طرف کوک بالا بری انسان ها گم میشه، بالاخره خانه هم گم میشه. خوب بالا برو همی زمین هم گم میشه. این قدور میری که زمین دیدن هم میشه. ما و شما خدا بین زمین ای تو مثل مرچک که پیش ما مرچای خورده از هم کده خورده هستیم. خب رفع سمکها، بلند کرد الله چه تجیره، فسوا، برابرش کرد، و اغطش لیلها، پوشانید شب زیره، و اخرج، بیرون کرد روزش، یعنی شب روز آورد. آسمان هم میگه. خب باز چی شد؟ والارض بعد ذلك دحاها، زمین بعد از پیدایش آسمان و کارا، دحاها، هموار کرد و جور کرد. اخرج، بیرون کرد، من هذه آبش و چراگاهش، والجبال ارسا، کوار دی انداخت، متاع لکم ولنامکم، منفعت بر شما و چارپایایتان. از اینجا می فهمیده میشه که والارض بعد ذلك، در اینجا چی گفت؟ خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. ظاهرش تناقض شد، نه؟ یک جای میگه اول زمین باز آسمان، اینجا میگه اول آسمان باز زمین. اینه یکم تو میگه دیدی در قرآن میگن تناقض نیست، پیدا کردم. همین ملحدین باز همی تو میگن. خب الله تو جواب میگه افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا اینا تدبر نمیکنن در قرآن؟ یعنی در فکر عمیق بکنی تناقض نیست. ولو كان من عند غیر الله، اگر جانب غیر الله می بود لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، در تناقضات زیاد پیدا میکن. تناقضات چطور نمی باشه که عمیق سرش فکر کنی؟ تناقض نیست. واقعا که آیت بسیار روشن است. خلاصه در اینجا اکثریت مطلق صحابه، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، تابعین، همه میگوین که چی میگوین؟ همگیشان. و دیگه در اینجا خو این دو آیت، و آیتی که در سورت حامیم سجده بود، در او هم اینطور بود که اول زمین پیدا شده.
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي في 4 أيام ثم استوى إلى السماء. در سورة حامیم سجدم الله گفت ثم استوى إلى السماء و هي دخان، که اول زمین پیدا شد با قوتش باز آسمان. در 2 جای الله گفت که اول زمین است باز آسمان. صرف در اینجا آمد که اینطور است. این حال میگه چی از خلاصی که تمام مفسرین اکثریت صحابه تابعین و از قرآن عمومی تو فهمیده میشه روشن که اول الله زمین مادهش پیدا کرد، نفس مادهش خاک بیایش، خاک بیایش مادهش اول زمین. بعد از او الله آسمان ها را پیدا کرد. بعد از او چی کرد؟ این زمین سرش کار کرد. دحو چی را میگه؟ فرشش کرد، آمادهش کرد، جورش کرد. دیگه دحو و عالم میگنی را میگه که میری لبه نمیاد، لبه نمیرسی. از این دحو فهمیده میشه که کروی است. دحوی را میگه که یک چیز که میری در لبش نرسی، یا میتور است. در لبش مثلا بام که میری در لب بام میرسی، اگر نرسیدی همی تو دار خورده رفتی و دار خورده رفتی، این را دحو میگه. الله زمین جور کرد و نباتاتش انداخت، قوات و ایایش بعد از پیدایش آسمان. پس این تناقض وجود نداره. ماده زمین پیدا شد باز آسمان ها. اینجا الله میگه که والارض بعد ذلك دحاها، نگفته که خلقها. خلقها خو نگفته. دحو چی؟ آمادهش کرد. اخرج منها آنا. دحو چی معنا؟ اخرج منها ماءها و مراها. الله خودش تفسیر کرد. آبش بیرون کرد، چراگاهش بیرون کرد، جورش کرد برای زندگی. اکسیژن داری پیدا کرد. آب نباشه اکسیژن است. اکسیژن نبود کسی زندگی کنه میتونه؟ نه. اکسیژن تا نباشه میموری. اخرج منها ماءها، آبش بیرون کرد، چراگاه و نباتات اینایش جون. پس تناقض وجود داره؟ نه، این تناقض نیست. یک نفر همین تو از من سوال کرد، حتی در واتساپ اینا، که زمین این تو شده اون تو شده، جواب دادم. باز گفت که این تو جواب ندادی، با تفصیلی جواب دادم، چوب کرد. گفتم تو مرضی ولی معلوم میشی، فی قلوب مرضون. حالا من میگم این تو واضح، تو باز میگی کی تو را؟ گفت فهمیدم. گفتم حالا می سوالا را بیرون آوردم میرن، خب اگر نمیفهمی این جواب باز این سوالا کرد، این سوالا من جواب دادم، چوب کرد. حالا چوب بس یک سوال دیگه پیدا کنم. ما هر قدر پیدا کنیم به فایده است. خدا قرآن تناقضات وجود نداره. ولی در نظر سرسری همونطور است. افلا یتدبرون القرآن، تدبر که کردی، تفکر کردی نیست. الله میگه در تعمق چیزی تناقض پیدا نمیکنه. چقدر زیبا گفتگی است، نه؟ رد افکار ملحدین. کسایی که میخوان یا خرابی بینن در قرآن، میخوان یا چیزا که پیدا کن، زور زدم میرن. اینا لگه تحقیقی درس بتیم، سوالات اونا رو هم جواب بتیم، این طور است. اگر نه خواندن آسان است دیگه، بده با یک کسی که شما رو سوال کرد میگه والله نفهمیدیم. شما پس همون شک و شبهات در مغزای تانه. خب خیر دیگه، ما یکم جای میگیم، یکم دفعه مجبور تیز این سوره را تیز نمیتانیم. خب انشاءالله از این سوره ها برایم سوره مدنی کل شحکام هم گپا. ابن کثیر میگه ففی هذه دلالت علی انه تعالی ابتدا بخلق الارض. در این دلالت است که الله اول زمین پیدا کرد، ثم خلق السماوات و هذا شأن البنا. می شأن بنا هم است که اول تعدابش هم میمانی، بعد از او سقفش جور میکنی. ایبدا بعمارة اسافل السماء وقد صرح مفسرون صحابه کلش به این تصریح کرده که اول زمین باز آسمان. بنا و چتش که جور کردی، بازی زیباییش پس دمیک زیر کار کرده میری که بیا که زیر پس زیبا کنیم. چطوره؟ دیگه خلاص شامقه گفتم میریم در دیگه آیت. گپایم در اینجا بیان شد و در حدیث هم وجود داره که میتور الله آفریدگی از کائنات. یک گپ دیگه هم ساینسی بود، خب برو در جایش میاد، خیر است. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا وتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. وقتی که گفت ربت خالقت معبودت للملائکه از برای ملائکه، انی جاعل بدون شک ما پیدا میکنم فی الارض در زمین خلیفتن، یک انسانی که خلیفه است در روی زمین، صفت خلافت دو است.
قالوا اینا گفتن اتجل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا پیدا میکنی در زمین کسی را که فساد میکنه خون میریزانه؟ یا آدما فساد میکنن خون میریزانن. قال اینی اعلم ما لا تعلمون و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، ما که هستیم تسبیحات تو را میگیم و نقدس لك، تقدیس میکنیم تو را، یعنی ما گناه نمیکنیم. ما اگر گپ به عبادت است خو عبادت تمام میکنیم. نقدس نماز میخوانیم، عظمت تا بیان میکنیم. نسبح صفات بد است تو رد میکنیم. دیگه چرا یا الله این کار میکنی؟ قال گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، من میفهمم چیزی را که شما نمیفهمین. من حکمت های خلقت انسان میفهم که در چه حکمت هاست. اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، امی خلیفه در سورت حجر میگه که انی خالق بشرا من طین، بشر از گل. فاذا استویت، یگام طال پیدا شده میگه خلیفه، میگه بشر سابق بود، خلیفه آدم بود پسام پیدا شده. آدم میگه پسام پیدا شد، پیش از آدم میگه دیگه انسان ها پیدا شده. این گپ در قرآن نیست. خب در قرآن در سورت حجر میگه خالق بشرا من طین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقوله. سعی کنین سورت چی را؟ حجر سعی کنین. بعد از این سورت رعد ابراهیم بعد از سپاری چی است؟ بعد از سپاری در میخون سپاری 14 است. این آیت 26 الله میفرماید بعد از سوره رعد و اینا چیزی که آمدین ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار سموم و اذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقوله ساجدون. فقوله ساجدین. وقتی که گفت یاد که وقتی را گفت برای ملائکه ما پیدا میکنم بشر، این بشر است. من صلصال من حمأ مسنون، از گل خشک که تر شده خمیر شده و سال سرش تیر شده. گل خشک تر میشه، خمیر سال سرش خوب زده میشه، چسبنده میشه. فاذا سویت، وقتی که جورش کردم و نفخت فیه من روحی، روح خدا که دهی انداختم مخلوق، فقولوا ساجدین، بسجده بیفتین. فسجد الملائکه كلهم اجمعون. اینا یک چیز است. یا چی میگن بعضی نو پیدا شد. خب نه انسان میگه بشر سابق پیدا شده بود، دیگه انسان ها میگه بود پیش از آدم. باز آدم الله خلیفه پیدا کرد. میگه الله در قرآن گفته اینی جعل فی الارض خلیفه، نگفته بشر. این بیعقل نداره. خب اینجا الله یک آیت دیگه آیت چی میکنه؟ توضیح و تفسیر میکنه. اذ قال ربک للملائکة اینی خالق بشرا، عین چیزه. من صلصال من حمأ مسنون فقوله ساجدین فسجد الملائکة، عین مضمون در اینجا است. اینجا میگه که خلیفه یعنی یک صفت خلافت هم برش میتیم. خب الله متعال در اینجا دیگه احسان بیان میکنه. احسان اولیش چی بود؟ وجود نداشتیم برتان وجود دادیم، زمین بر منفعتان پیدا کردیم، آسمان ها را. دیگه نعمت چیز؟ خلافت روی زمین دادیم با پدرتان، اولین پدرتان آدم علیه السلام. و دیگه نعمت مایی که مسجود ملائکه گردانیدیم میره. دیگه نعمت مایی علم برش دادیم. دیگه نعمت مایی که در جنت بردیم، وقتی که مرتکب گناه شد توبهش قبول کردیم. این کلی نعمت ها رو می فراموش میکنین، می کفر و شرک میکنین. چرا این کارا رو میکنین شما؟ باز میرین نان از من میخورین، همه باز میرین دیگه جا چیق میزنین، تعظیم دیگه رو میکنین. الله اینجا میگه احسان خدا. ابن کثیر هم میگه یخبر تعالی بامتنانی احسان علی بنی آدم بتنویع بذکر فی الملأ الاعلی. الله در جماعت پیش از پیدایشون را یاد کرد. بعضی میگه که الله هم خواست که اینا را پرسان کنه که اینا چی میگن، میفهمید؟ بعضی میگه مشوره کرد. نیاز نداره، ولی بر ما یاد میده که مشوره بکنیم. بر ما یاد میده. قال ربک للملائکه، گفت رب تو خالق تو. یاد که میگه از ظرف زمان. یوسکر یا محمد، زمانی را یاد که من برات میگم که ربت گفت بر ملائکه.
بر ملائکه چی گفت؟ اینی جاعل، کل ملائکه را بدون شک ما پیدا میکنم. جعل خلق میگه خلقت پیدایش که دو یک صفت دیگه هم باشه، یک صفت خالق پیدا میکنم فی الارض، در زمین خلیفتا، یعنی یک انسانی را که بر از او صفت خلافت ویژگی خلافت برش میتم. خلیفه چی معنا؟ یک معنایش قوما یخلف بعضهم بعضا، یک قومی را پیدا میکنم، یک نفر نه که یکیش جانشین دیگهش می، او میره دیگه میه، او میره دیگه میه. انسان ها قرنن بعد قرنن، مثل که الله در قرآن میگه هو الذی جعلکم خلائف الارض، الله شما را خلائف در زمین گردان، خلائف جانشین. او رفت دیگه آمد. و یجعلکم خلفاء الارض ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الارض یخلفون فخلف من بعدهم خلف. اینجا یک معنایش دیگه. خلیفه قوی ترین معنایشی که تطبیق کننده حکم الله، نظام الله. الله در سورة صاد این را یاد کردگی است درباره داوود علیه السلام. سورة صاد: یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ای داوود ما تو را تعیین کردیم در روی زمین خلیفه. خلیفه چی معنی؟ فاحکم بین الناس بالحق، فیصله بکو، قضاوت بکو، حکم بکو در بین مردم بالحق، بحق، عدالت، قرآن. ولا تتبع الهوى، تابعداری خواهشات نکنی، اگر کردی فیضلک عن سبیل الله. این خلافت، خلیفه، این خود قرآن وجود داره. باز خلافت در اسلام همو حکومت واحده میگه، کل مسلمان ها یک جغرافیا، یک حکومت، یک رئیس دولت، اینی را میگه. و این حکومت قوی است و در تاریخ آفتاب واری ثابت است. کافر مسلمان میگه که مسلمان ها 13 قرن خلافت داشتن، 1300 سال. وقتی که ما همی خلافت داشتیم، یعنی حکومت قویه که یک رئیس دولت، یک جغرافیا، یک اقتصاد، یک قوت نظامی، یک واحد پولی، 1300 سال دنیا را رهبری کردیم. 1300 سال. 30 سال خلفای راشدین بود، الخلافت 30 سنه، حدیث بخاری گفتیم نه. بیش از 90 سال اموی ها بود، خاندان ماویه. بیش از 500 سال عباسی ها بود. 700 سال هم کی بود؟ ترکا و عثمانی ها بودن. اینال وقتی که مثلا امیال امریکا چرا دنیا رهبری میکنه قوی است؟ یکم طاقت خلیفه دشمنی داره. خلیفه میگه اوی رئیس جمهورکا که هست زور ندارن. خب امریکا که هست 50 ایالت داره، 50 ایالت، حتی یک دانش به اندازه افغانستان هم، بعضش نیم افغان. 50 ایالت یک رئیس جمهور داره، نه یک رئیس دولت. یک قاره است، قاره امریکا. به می خاطر 50 کشور است که دنیا را چی میکنه. یک کشور نیست، 50 کشور است تنها خودش. باز اتحادیه اروپا 28 30 کشور است، او را کلانی از او را ببینی 60 قدر ما و شما افغانستان میشه. باز کل ازیا جمع شد، پیمان نظامی ناتو را جور کرد. ناتو، حالی که میگن ناتو، نه ناتو چی میگه؟ هر کی سر ما یک نفر فایر کرد زد، کل ما او را میزنیم. اوه اینا قوی شد دیگه. به می خاطر است فعلا دنیا را ناتو رهبری میکنه. ما و شما چند کشور هستیم؟ 57 کشور. ولی 57 توتا، 57 رئیس جمهور، 57 خاک، 57 بیرق، 57 واحد پولی، 57 قسم ارتش و نیرو و عسکر و پلیس است. و هر کدامیش دشمن دیگه‌اش است. افغانستان دشمن پاکستان، پاکستان دشمن افغانستان، ایران دشمن اردویش، تاجیکستان دشمن ارسیش، عربستان دشمن ارچارش. این همی قسم یکی کته دیگه دشمنی داره. اوجه رئیس جمهوری، رئیس جمهور فلانی 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 فلانی، هر کدامش میگه من مستقل هستم. او میگه والا اگه ما بانم تو را، جنگ ما در بین خود ماست. اونا جنگ کت خود نمیکنه. اونا جنگ در قاره اروپا جنگ در بینشان است؟ نه. در امریکا جنگ است؟ نه. در روسیه و تاجیکستان ها در بین خود جنگ دارن؟ نه. یعنی مسلمان ها در بین خود زده رایستن. کی میزنه؟ کافر ها. یک کافر کتی چند تا شده و چند تا کافر کتی شده، او میگه ورده، او میگه ورده، زده رایست. خب این پاکستان که سر ما حمله میکنه،
حالا میگن این پاکستان چه کار است؟ میگن چوچه انگلیس است. خب حالا دمی افغانستان انگلیس آمده یا نه؟ چرا چوچه خدا نمیگه آرام شو و بچه بچه خدا بگه از این فهمیده میشه که امی پدرها امی چوچه را می جنگانه نه؟ امی پدرها امی چوچه را چه کرده؟ جنگانده رئیس خودش می جنگانه، والله خودش می جنگانه. او را میگه که توستی اگر نه او را میگن عمر 60 ساله است پاکستان ها میگن 60 سال نشده پیدا شده یک کلان کاری میکنه دال خوری. خب تو چند هستی؟ ما 5000 سال شد تاریخ دارم. خب او چند ساله؟ 60 ساله. کدامتون زور هستین؟ ولی اینم 60 ساله میگه زوره. حالا زور ازی از کجا شد؟ میگه زور ازی از انگلیس است. امریکا انگلیس خدای خاک خواهی کی آمده امی انگلیس امریکا. حالا زوری استادا و پدرایشان بچوچایشان نمیرسه؟ میرسه. خب خلاص شد دیگه. گپ چی شد؟ که اینمی کافرها ما را می جنگانه. نتیجه میشد؟ نتیجه دیگه اینه میشد. پس ما و شما باید که متحد شویم. پاکستان خب 60 سال پیش پاکستان چی بود؟ افغانستان بود یا نه؟ احمد شاه بابا پاکستان و حتی هندوستان هم فتح کرد. بنگلادش هم بود. ثابت که مردم در کراچی می بود این افغان ها مردم های ما شما میگفتن در کجا هستی؟ میگفت افغانستان. در پشاور می بود میگفت افغانستان. در لاهور می بود میگفت افغانستان. در دهلی می بود میگفت افغانستان. در بنگلادش می بود میگفت افغانستان. جنرال دیورند آمد ظالم بدین زد خط دیورند انداخت خود جدا قطیر. جنرال دیورند خب خط اونمو انداخته. حالا ما را دشمن از او ساخته. او را دشمن ما. این قواقعی حکومت پاکستان ظلم میکنه از این کده ظالم کم پیدا میشه. چرا؟ به خاطر که چوچه انگلیس است. پدر از این چقدر ظالم باشه خود از این که ظالم است. از این فهمیده میشه خود از این که ظالم است چوچه از اوست. پدر از این چقدر ظالم است. ظلم از کی یاد گرفته؟ از پدر خود نه چوچه انگلیس. واقعا ظلم میکنه. دمیال در هندوستان در امریکا مکت که پاسپورت برو احترامم میکنه که تم سر و ریش وزم. این خود داد از اسلام میزنه که پاسپورت رفتم مریض داشتم در اسلام آباد. گفت که چی بهت گفت اصلا پاسپورت نشان دادم کش گفت پایین شدم مال پاسپورت گرفتم. نه نمیشه تو چرا آمدی چطور آمدی؟ این مریضی داره من نمیشه. چی نمیشه؟ نمیمانم. حالا چی میخوای؟ پیسه بده. ای ظالم بیدینه گفتم. حالا ما پاسپورت برای چی گرفتم؟ یقین کنین تا که پیسه من نگرفت خوب شد جای نفر شناخته بود. تا که پیسه من نگرفت اعلایم نکرد. چند روپیه پیسه داد. حالا مردم حدیث ای ظالم مریضای خود در اونجا نمیبره هندوستان. در هندوستان که داخل شدی هیچ پرسان نمیکنه. هیچ پرسان فقط اما در وقت تا شدن پاسپورت تصحیح میکنه. در شهر هیچ پرسان نمیکنه. کسی که در شهر داخل شد میفهمه کی فلتر شده است. اینجا که آمده غیر قانونی نامده. اونجا که پاسپورت تا چیر میکنه ای ظالم. برای در بندی خانه پیسای تا میگیره. او هم که ما ترساندمش پیسه هم در جیب ما زیاد بود. خب مریض داشتیم. میگه ایقا پیسه ها را ما آوردی دیگه. خائن بیدین. گفتم مریض داریم. دلش بود کل شب بگیره. گفتم یقین که اگه ماندنید باش تو ظالمه. ما هم که تش خدا بند کردم با بسیار کم پیسه دادمش. 100 روپیه دادمش. خدا بکشی. گفتم زیاد نمیتونم. اگر این دیگه 1500 میگیره ای ظالمه. خب نمیتونم زیاد میبرم در سفارت. گفت کل دنیا رو سرت خبر میکنم. افسوس که شام بود اونجا ما شو رسیده. یعنی دشمنا ما را تو کردگیست. خب باید اگر میال ما و شما کل ما یک کشور باشیم. من از این میجه دلم دم بایسکل ششتم موتر ششتم پاکستان میرم دلم هندوستان میرم دلم سعودی میرم اونجا یک خانه بگیرم در زمستان در عربستان زندگی کنم گرم است نه در قطر و بحرین زندگی کنم در تابستان اینجا بیام چقدر خوبه. همین خوبه یادم قفسچه یخبندان همیشه باشیم. ایستونم رفتن نتانیم موسونم کدامش خوبه؟ یکم تا دشمنی و خلافتی را میگه کل مسلمان ها متحد شوند. وقتی که ما والله متحد شویم قوت دنیا را میگیریم دنیا رهبری میکنیم. این میال تمام منابع روی زمین پیش ما است. یعنی عربستان بزرگترین کشور نفت دنیا، قطر، بحرین، عراق، این میال کلش کشور اسلامی است. وقتی که ما و شما متحد باشیم دنیا را رهبری میکنیم. کافران میان از ما میخورن حال ما و شما میگیم به ما بتی. در وحدت ما در یک پارچگی ما قوت است، نیرو است، امنیت است، ثبات است، نان است،
پشت نان خو ما شما بسا مردیم. رزق همین چیزا کلش در وحدت یک پارچگی است. خلیفه پس به معنای ازی که کسی که اسلام تطبیق میکنه در کل دنیا، این را میگه خلیفه. اولین خلیفه روی زمین، اولین انسان آدم علیه السلام. خب و خلیفه باز شرایط خود داره، یک چند شرطش اینجا کل مفسرین قرطبی و غیره، ابن کثیر میگه از این آیت میگه که وجوب نصب الخلیفه، خلیفه واجب است که مسلمانان یک رئیس دولت واحد داشته باشند، این واجبه. چرا؟ لیفصل بین الناس فی مختلف، تا که فیصله کنه در بین مردم در مسائلی که جنگ و جنجال میشه، تنازع و مظلوم از مظلوم دفاع کنه، ظالم از ظلمش منع کند، قوانین الله را تطبیق کنه. و ما لا یتم الواجب الا به فواجب. پس احکام الله بدون حکومت نمیشه تطبیق، پس حکومت خلافت واجب است. و قسمی که میگه باز چه قسم تعیین میشه، ابوبکر شورا تعیین کرد، عمر رضی الله عنه را ابوبکر مشوره کرد با شورا تعیین شد، عثمان رضی الله عنه شورای 6 نفری تعیین کرد، مسلمانان شورا داشتن، و علی رضی الله عنه را شورا تعیین کرد. و صفاتش چیست؟ یجب ان یکون ذکرا، اولش که مذکر باشه، مرد هر مردم نمیتونه، بعضی مردم میتونه، ولی نمیال یک در یک ریاست والی یک ولایت یک نمیتونه هر مرد کده. در اسلام کسی قدرت میگیره باید در سرخط جنگ، در سرخط نماز، خطبه، تکلیف، همه چیز باشه. این تو نه که در مؤخر باشد، در جنگ در آخر باشد، در گریز اول باشه. این طور نیست. رئیس دولت مسلمان، وزیر مسلمان، قماندان مسلمان، کسی که رئیس دولت میشه باید در رأس قمانده و نقطه مرکزی نظامی اینا هم باشه. رسول الله هم در جنگ احد کلا گریخ پیامبر هم زخمی شد، فرار نکرد. حالا اگر جنگ در دروازه کابل برسه، این کلانه در مزار میرسن، اگر در بغلان رسید یا این در تاجیکستان میرسن. این قسم نیست، این تو بزدلی و بیغیرتی. در مچمن حضوری شما دیدین جنگ شد، اول رئیس جمهور گریخ با وزیر دفاع با جنرالا عسکر کاس پشتش میدوید. یقین کنین نه. حالا تو اینجا دیدی جنگ شد، باید خودت در میدان برایی. نه میگه ما فقط امضا میکنیم. رئیس جمهور دنیا چیزی اگه امضا کردن، امضا رو خواهر که میتونه. رئیس جمهور الجزایر 78 ساله است، چشمش هم نمیبینه، چشمش این تو واز میکنن، میگه اینجا امضا کن، یک امضا میکنه خلاص، بعد چشمش پته در با اسکله که 4 تا ایران میگرده، هیچ پایام نداره که بگرده. این شده رئیس جمهور. این تو آدما را اسلام قدرت سیاسی را برش نمیده. اولش که مرد باشد، حرن آزاد باشه، غلام نباشه، بالغا جوان باشه، طفل نباشه، عاقلا دیوانه نباشه، عاقل باشه، اعصاب خراب نباشه، که یک روز یک گپ بگه دیگر روز دیگر گپ. مسلمان باشه، تابع قرآن باشه، عدلا عادلی که احکام اسلام مساویانه تطبیق کنه، قانون تطبیق کنه، مجتهدن در علمش مجتهد باشه، مثل امام ابو حنیفه و شافعی این طور العالم باشه، مجتهد در علم باشه. نه که بگویا بعد از حدیث صحیح ترین کتاب بخاری است. قدر علم این تو علم نه، مجتهد باشه، مجتهد ها دیگه، بصیرن چشمش بینا باشه، بینا چشم یعنی کور نباشه، خب سلیم الاعضا، اعضای سالم باشد، ایتونه لنگ و شل و شوتی گپا، یا چند قدم بده بیفته لنگ شوه، ایتونه با گردای پلاستیکی و قبرغا پلاستیکی. باید سلیم الاعضا باشد، خب اعضای سالم باشد، خبیرن خبردار باشد از دنیا، بالحروب به جنگ ها، جنگ بفهمه، ولی یا که جنگ هم میفهمن، فقط تیاره آماده است کنم گپ شد بگریزه، دیگه بیچاره دیگه کسا را در جنگ پیش کده میره. والآرای دیگه در نظریات، قرشیین علی الصحیح، این ایره کی میگه؟ ابن کثیری، کدام وابی نمیگه ایره، خب تفسیر هستی. خب قرشیین قریشی باشه، در این بار حدیث از رسول الله می الائمة من قریش، اونم وکیل پارلمان هم قاضی نظیر موجه خان برادر عبدالحفیظ گفت که الائمة من قریش، گفت منصور یه حدیث خبر نیستی، اماما قریشی می باشن. ولا یشترط الحاشمی، حاشمی می شرط نیست، ولا المعصوم من الخطا، معصومین 12 امام شرط نیست، خلافا لغلات الروافض،
غلات را حافظ میگن، نه غیر از هاشمی امام او را هم خدا تعیین کرده خلاص. خب امام 12 چی شد؟ گم است میگه. کجاست؟ 1000 سال شد که نیست. در سال 254 میگه گم است، تا حال ماچ معلوم نیست. حالی ده 1000 سال ما چی کنیم؟ رئیس دولت خدا انتظار بکشیم و در بدر شدیم. 1000 سال شد یک نفر تعیین نکنیم میگنی، یک نفر تعیین نکنیم. فهمید؟ یه طور نیست، این پسانی برآمد این گپا. خب فاسق شود عزل میشه یا نه؟ میگنی. و صحیح انه لا ينعزل. چرا؟ رسول الله میگه الا ان تروا کفرا بواه، تا که کفر آشکارا را نبینین قیام نظامی نکنین. کفر آشکارا را که دیدین عندکم من الله فی برهان، به شما دلیل باشه باز قیام نظامی کنین. حرکات مدنی نصیحت و گپا بکنین، قیام نظامی تا کفر آشکارا را ندیدین. خودش میگه میتونه خود عزل کنه، مثل امام حسن ابن علی قدرت با معاویه داد. باز اینجا خلافت ها را بیان کرده. باز چی میفرماید که یک گپ دیگر هم، اما نصب امامین فی الارض و اکثر فلا یجوز. نصب دو امام، دو خلیفه در یک زمین یا زیاد جایز نیست. چرا؟ لقول الاسلام، به خاطر رسول الله میگه من جاءکم و امرکم جمیعا، حدیث بخاری است. کسی که آمد امر شما، کار شما، جمعی شما متحد بودین، یک رئیس دولت داشتین، یرید ان یفرق بینکم، کوشش میکرد که جدایی در بینتان بیاره، فقتلوه کائنا من کان، بکشین هر جایی که است، هر گروه، هر کسی که است رو میگه بکشین. کسی میخواد که چند توتا و پارچه تان کنه. هذا قول الجمهور. حکى الاجماع على ذلك امام الحرمین. امام الحرمین میگه در اجماع امت صحابه است که یک رئیس دولت، صحابه، ائمه اربعه، مجتهدین، 4 مذهب اتفاق داره، اتفاقی است. خود امام ابو حنیفه رحمه الله همین نظرش است، نه اتفاق است. نه این گپا را میبرند در دیگه جایا، این گپ دیگه جای نبر، این در خود مذهب است، این در خود فقه است، در خود کل فقها در اتفاق داره، تماما فقهای که رئیس دولت مسلمان ها یکی با، اگر 100 تا شد، 20 تا 50 تا شد، با دشمنی میشه، با وحدت نمیاد. این مثل کمیال یکی دکلی دیگه زده رایستیم. سرمایه دنیا پیش ما است، قوت پیش ما است، نیرو پیش ما است، خود ما ضعیف. کل چیز دنیا پیش ما است، خود ما گشنه، خود ما ذلیل، چیز که وحدت نیست. پس خلیفه در اینجا به معنای چی؟ خلیفه سکنین کلمه مقدس است، ولی وقتی که ما خلافت داشتیم بسیار قوی بودیم، این دشمنا چی کردن؟ خوب متوجه باشه، خواستند که این خلیفه را در اذهان مسلمانا، در افکار مسلمانا سرکوبش کنن. چی کار کردن؟ اول خلیفه نام کی را ماندن؟ نام دلاک خلیفه مانده. در جای ما میگفتن خلیفه فلانی نامش نمیگیرم. خب یا کسی بود در منطقه ما دندانا را میکشید کت انبر، دیگه سر میتراشید. با وقت غلباب که میشد بیارین گندم این چیزای تانه، خب میبرد. پس آن نام آشپز هم خلیفه ماندن، پس آن که شد نام دریور هم ماندن، نام مستری ها را ماندن. حال یقین کنین ما در یک هتل رفتیم، نان ما کمبوتی کرد، یک رفیق ما گفت که او خلیفه یک خوراک نان بیار. دویده آمد گفت خلیفه با بیت پدرت. چرا؟ چی گپ شد؟ گفت من خلیفه نیستم. گفت خیلی تو چیستی؟ گفت مرا دلاک گفتی، من دلاک نیستم. گفت چی هستی تو؟ گفت من استاد هستم. گفت خب خیلی من چی خبر که تو استاد هستی؟ کجا تحصیل کردی؟ کجا را خواندی؟ استاد شدی؟ ماستری داری؟ دکترا داری؟ چی داری؟ گفت من استاد آشپز هستم. استاد. گفت خب برو استاد میگم. والله علو قبول ندارم. دریورا گفتن خلیفه صاحب بریک بگی، دیگه هم دوان قار شد. گفت من خود دلاک نیستم، مرا خلیفه گفتی. صحیح کن. خب تو را چی بگویم صاحب؟ استاد هستم. خب صحیح، برو تو هم به تو هم دکترا دادیم استاد. اگر این سوادم نداره من میگم استاد بگو. با من تحقیقات کردم که کی خلیفه را آل سلمانه، مشتاق سلمانی استاد قربان، او را هم خلیفه بگوی جنگ میکنه. حالا والله سلمانی هم قبول نداره دلا، مرا میگه خلیفه نگو. خب گشتم که کی عالمی امی واجه را کی قبول کرده، دیدم که امی مستریای چی کرد، موتر. خب موتر که جور میکنه
یک تا شاگردش گفت خلیفه ایره بیارم، خوش شد. با شاگردم من گفتم خلیفه صاحب اینجا بیا، بسیار خوش شد. متآمد برو یک مستری قبول کرده که من خلیفه باشم. دیگه کسی قبول نکرده. نه دلا قبول داره، نه سازنده را خلیفه بوی بیخی جنگ میکنه. نه سازنده قبول داره، نه دلا قبول داره، نه دریور قبول داره. یکی خوی نامه قبط کردن. دوم چی کار کردن؟ خلافت ها را جور کردن. امیال مچم 1 میلیون خلافت ما و شما خداریم. از نگاه طریقه و پیر یک کسی که ایزار ذکر کرد خلیفه میشه. نه خلیفه صاحب فلانی. خب خلافت در کجاست؟ در خانقاه فلانی بیا میگه. در خانقاه که میری اونجا خلافت ها. چند نفر چیش ذکر کرده رئیس. نه خلیفه صاحب فلانی، خلیفه صاحب فلانی. حتی یک جای هم اینجا هست به نام مچم خلیفه صاحب چی؟ جایا را نامش این خلیفه. اق خلافات دایره خلافتشونمو خانقاه ذکر کرده رئیس. اینی خلیفه شد. در اسلام والله که خلافت خلیفه کسی را میگه که کل مسلمان ها را رهبری کنه، کلش، و قوت سیاسی جهان اسلام پیشش باشه و هر کس خلیفه شدم نمیتونه، هر کس خلیفه شدم نمیتونه. اینی شرایط دو باشه که حتی مجتهد باشه در علم. فکر کنید اینی خلیفه است. علمش بسیار بالا، قوتش بسیار بالا، فهمش بسیار بالا، عدالتش بسیار بالا. به خاطر این کار کردن که مردم خلیفه را بد ببره، که دیگه نام خلیفه و خلافت نگیرن. ای تو کار کرد. در حالی که خلیفه کلمه چی است؟ مقدس. چرا؟ زیرا در کتاب مقدس قرآن چندین جای یاد شده. اینی جعل فی الارض خلیفه، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض. بعد از قرآن سیدترین کتاب بخاری است، الخلافت 30 سنه. اولین خلیفه که لقب مانده شد ابوبکر صدیق، خلیفه رسول الله. بعد از عمر امیر المؤمنین و اورا، بعد از عثمان علی. اینا را میگن انسانای کامل میگن. قالوا اتجعل فیها. خب اینا گفتن که پیدا میکنید ای کسی را که فساد کنه و خون بریزانه. از این فهمیده میشه که فساد بسیار گناه کلانه. خون ریختاندن غیر از فساد. فساد چی؟ کفر و شرک میکنه. خون میریزانه، خون ریختاندن بسیار جرم کلانه. اینجا یک سوال پیدا میشه که ملائکه چی فهمیدن؟ غیبدان بودن که انسان رو پیدا کنه این خون میریزانه؟ سوال جوابش است که نه. بسیار روایت است اینجا صحابه و تابعین است که میبر از اینا گفته شد و او پرسان کردن که انسان رو پیدا میکنه چی میکنه؟ گفت در بینش خوب و بد است، خرابی هم میکنه. گفت در بین هم انسان هم خوب میباشه هم بد، بعضی ظلم هم میکنه. باز یا از امو گپ الله گفتن خیلی کسی رو پیدا میکنی که فساد میکنه. یک دومی که اینا پرسان کردن که این خلیفه چی که از کلمه خلیفه فهمیدن که حکم میکنه، فیصله میکنه. از این فهمید که مدبین اینا جنگ و جدال میباشه، زیرا خلیفه کسی است که فیصله میکنه، قضا میکنه. قاضی که آمد خواهد می جرم جنایت پیدا میشه، جرم جنایت نباشه قاضی و سارنوال چی میکنیم ما؟ از زمین میگه فهمیدن. و بعضی دیگران میگه که نه چیز بود، در اینجا قیاس کردن به جنیات. میگه قبلا جنیات زندگی میکرد فساد کرد، یا گفتن اگه ایام بیاد فساد میکنن. اما غیبدان نه که غیب فهمیده باشن. کل مفسرین همین جواب است که غیب از غیب نمیفهمیدن. قالو گفتن اینا اعتراض نکردن، سوال کردن کسی را پیدا میکنی فساد کنه و خون بریزانه یا الله؟ حکمت چیست؟ حکمت پرسان کرد. چه حکمت، چه فایده است که یا پیدا شان در حالی که فساد هم میکنن، کفر و شرک و خون میریزانن، گناه میکنن. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. در حالی که ما سعی کنین پیش از پیدایش انسان اینا میگن ما تسبیح تو را میگیم، حمد و صفات و الوهیت تا بیان میکنیم، عبادت تمام میکنیم، از صفاتهای بد تو را پاکی تا بیان میکنیم. و نقدس لک، نقدس نعظم و عظمت تو را، بزرگی تو را بیان میکنیم. نماز میخوانیم، نصلی، رکوع میکنیم، سجده ما میکنیم. به اینا چی ضرورت؟ از این فهمیده میشه که الله پیدا انسان رو پیدا کرده، ضرورت به عبادتش نداره، زیرا از قبل اینا گفتن. قال الله گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، من میفهمم چیزی را که شما نمیفهمین. از این چی فهمیده میشه؟
که ملائکه تا که چیزی را الله برش یاد نتا علم نداره. عالم الغیب فقط الله است. من میفهمم که چیزی را شما نمیفهمین. علم از اینا نفکر. حکمت ازی که در پیدایش از اینا چه حکمت است؟ الله گفت من میفهم. پس امی طورم بوده که این حکمت ها باز وقتی که میگه ملائکه در حدیث بخاری میاد می اعمال انسان بالا میبره. الله میفهمد که چطور است. میگه کیف ترکتم عبادی، بندای مرا چه قسم ترک کردین؟ اونا میگن که وقتی که ما رفتیم هم نماز میخوان. حدیث بخاری ترکنا و هم فی الصلاة، حتی اینا آمدیم هم نماز میخوان، ترکشان هم کردیم نماز میخوان. باز الله میگه که شما گفته بودین که کسی را پیدا میکنی فساد میکنه. چطور انسان های نیکت حتی انبیاء علیه السلام در بینشانه بهترین ها خاتم النبیین الله در بین انسان ها پیدا که از کل کده بهتر، حتی ملائکه کده بهترین. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم تعلیم داد الله آموختان فهمان الله متعال کیرا آدم علیه السلام چیرا فهمان؟ الاسماء كلها، نامها را کلشا، تماما نامها مسمیات صفاتی که در روی زمین است کلشا فهمان. ثم عرضهم على الملائکه، باز پیش کرد این نامها و چیزا را به ملائکه. فقال گفت انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، خبر بتین به نامها این چیزا اگر شما راست میگین. اگر شما راست میگوین به این نامها خبر بتین. کل چیز نامها را الله پیدا کرد گفت خبر بتین. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قالوا گفتن ملائکه سبحانك پاک هستی تو یا الله، شریک نداری. لا علم لنا نیست علم از برای ما الا مگر هست ما به مو اندازه علمتنا که تو به ما یاد دادی، به مو اندازه که تو به ما علم دادی میفهمیم، از او زیاد نمیفهمیم، یعنی عالم الغیب نیستیم. انک انت العلیم الحکیم، بدون شک تو عالم هستی به همه چیز، حکیم در هر کارت حکمت. واقعا که فایده است ما نمیفهمیم. ملائکه گفتن در این آیت چیز هذا مقام ذکر الله تعالی فی شرف آدم علی الملائکه. اینجا مقامی است که الله عزت آدم، شرافت آدم، عظمت آدم علیه السلام، برتری انسان اول به ملائکه بیان میکنند. برتری به چی دادگی است؟ علم داده. علم علم آدم الاسماء. علم کس انسانانی بسیار درجه میده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله میگه اهل علم بسیار درجه میتیم. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسایی که علم دارن با کسایی که ندارن برابر است؟ بی سواد و عالم دانشمند برابر است؟ نه. به می خاطر رسول الله هم گفت طلب العلم فریضه علی کل مسلمین. و دعا الله په پیامبر خود میگه و قل رب زدنی علما، ای رب بگو زیاد کو علم مرا. علم خصوصا علم وحی قرآن و سنت رسول الله. این بسیار مقام دارد، بسیار درجه دارد. حتی رسول الله میگه من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله، کسی به خاطر علم بیرون میشه از خانهش امیال او در راه الله است حتی یرجع تا اینکه بیاد. و ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم یوم حدیث است. ملائکه بالهای خدا نه زیر پای طالب العلم میمانه. رضا لطالب العلم. ملائکه امی شما هم میتو که میایین در طلب قرآن بسیار ملائکه بالای خدا نمیماند. به خاطر الله بیاین، نیتتان صحیح باشه، به خاطر دیگه گپا نبین. الله ملائکه امی بالای خدا زیر پایتان میماند. دیرا انما الاعمال بالنیات. درجه دار علم. پس شما این طلب علم قرآن ترک نکنید. در هر قدمتان عبادت است. ایمانتان قوی میشه، اخلاقتان شایسته میشه، یک انسان بسیار زیبا میشین که به هیچ کس ضررتان نمیرسه غیر از خیرتان. واقعا کسی قرآن در قلبش جای گرفت، در این انقلاب آمد، دزدی، سرقت، اختطاف، رشوت، آدمکشی، دروغگویی، خیانت، این چیزا بیخی از ضمیرش گم میشه، بلکه خیر کوشش میکنه به این خیر برسانه، به اون نفع برسانه، به اون. پس قرآن اینطور یک کتاب است. خب علم وحیه. رسول الله صلی الله علیه و تا مرگ میگفت رب زدنی علما، علم ما زیاد.
در علم قدری که اسلام تاکید کرده، قرآن تاکید کرده، فرض گردانیده، در هیچ دینی نیست. ولی اکثریت همین مسلمان ها چی است؟ بی علم است، بی سواد است، جاهل است. اکثریت فکر میکنی که دینشان اینا را گفته بی سواد و بی علم جاهل باش، در حالی که دین چی میگه؟ طلب العلم فریضه علی کل مسلم، فرض است میگه، مثل نماز است. قرآن یاد گرفتن حدیث فرض عین است. علم نماز فرض عین است، نماز فرض است، علمشام. روزه فرض است، علمشام. زکات فرض است، علمشام. حج فرض است، علمشام فرض است. دعوت فرض است، علمشام فرض است. پسیر اعلان نتین. خانم ها را هم میگه، شما را هم همیشه تا مرگ باید علم طلب کنی. لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتهاه الجنه. رسول الله میگه هیچ مؤمن سیر نمیشه از خیر علم که میشنوه تا جنت، یعنی تا مرگ باید بشنوی. فراغت نیست. یکم تا میگه فارغ شدم. انسان هیچ وقت دکترا را گرفتی هنوز نو علم، باید علم بخوان، مطالعه کو، مطالعه. یک قدر الله علم دوست داره که فضل العالم علی العابد، فضل عالم به عابد بسیار درجه ده. نماز عالمه ببین، نماز امیر الحمدلله میگه و السلام علیکم خلاصش میگه. عالمه ببین، گپ عالمه ببین، اخلاق عالمه ببین، حرکات عالمی که عالم بسیار درجه ده. امی کسایی که دنیا را رهبری کردن علم داشتن، جاهلان نمیتونن. علم باشه. هر دو علم الله تایید کرده، علم دنیا را هم تایید کرده، علم آخرت. هر دو علم. جهل و بیسوادی، اولین آیاتی که نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق. پس علم. آدم علیه السلام که برتری حاصل کرد توسط چی بود؟ علم بود. علم بسیار من دوست دارم. علم میگم بخوانم. عمر ما که میبینم کم است. خب اینا چی کنیم؟ ما عمر کل ما شما کم است، علم زیاده. پس علوم ضروری فرایض قرآن سنت ای را بخوانین، اول با دیگه‌اش هم در پالیش بخوانین. ای نه که با مرگت میاد نمیشه، کل چیز نمیتونی. خب مرگت میاد باز میمانی، باز اونجا دیگه بسیار افسوسی میکنی، در کلیت میزنی، در قبر و در حشر میدان حشر باز فایده نداره. دیگه چیزا را نخوانین. در میزمستان هر کس ببینی کورس انگلیسی و کورس چی گرفته از صبح تا بیگاه. ولی بچه نیم روز به علم فرض بته، یک ساعت دو ساعت به او بته، نمیگیم که او را نخوان. اولی است. همین انگلیسی را خواندی، سرتیفیکیت گرفتی، مرگت آمد، چی میگی؟ او را ملائکه موت که آمد با سرتیفیکیت انگلیسی را برش میتی؟ سرتیفیکیت میگه گرفتم. و چی گپ شد که گرفتی؟ حالا خب انگلیسی فهم، سابقه انگلیسی را کسی نمیفهمید، دلار داشت، نه میگه زید یاد بگیریم بریم یک جای. حالا خب نداره، حالا یک مامور عادی هم نمیگیرید. خب انگلیسی را یاد داری، در بست 6 تا اینت نمیکنه. پس این را یاد بگی، این بسیار مهم. اولادایتان هم تو کنین، خب برادرایتان تشویق کنین، خواهرایتان تشویق کنین. بعضی خانم‌ها هست مثلا اولادایشان، خواهرایشان در کورس‌ها میان، صبح وقت نماز ناخوانده حرکت میکنه. کورس انگلیسی و نامش کورس از بیخش کشیده. خب نه ریاضی را ما، نه انگلیسی را ما، نه پس یادش میره با سال باز یادش میره با سال باز میخوانه. ولی قرآن بیا یاد بگی. ظالم هستی والله، کسی قرآن نخوانه ظالمه. این خب فرض است، فرض ترک میکنی میری یه جای دیگه. فرض ترک کردن خب گناه است. معلم آدم الاسماء، الله یاد داد با آدم علیه السلام نامها را. همیشه یک حدیث بخاری بود که حدیث بخاری مسلم، بخاری در تفسیر خود آوردگی است، مسلم میره روایت کردگی است. خب که این اسما چی بود؟ میگه یجتمع المؤمنین یوم القیامه. خب متوجه باشین تفسیر آیات. مؤمنین در روز قیامت جمع میشن، فیقولون میگن لو استشفعنا الی ربنا، اگر کسی شفاعت ما را کنه بر رب ما، الله حساب نمیکنه. این تو خطرناک روز از قیامت. کلگی زنده شده، لباس در جانش نیست، چشما بالا، الله حساب شروع نمیکنه. مردم گریان چیق میزنه، میگه کسی باشه که حساب شروع شود. نفس این شفاعت عظما میگن. خب شفاعت بزرگ، الله قهر سر مخلوقات کلش زنده کده که تشون گپم رقم کده نمیتونن، گپم زده نمیتونن. میگه بریم که شفاعت کنه. فیاتون آدم، پیش آدم میان چی میگن؟ فیقولون انت ابو الناس، تو پدر انسان هستی.
خلقک الله بیده، الله به دست خود تو را پیدا کرد. واقعا الله به دست خود آدم جور کرد، ملائکه جورش نکرد. خب الذی خلقت بیدی، الله در قرآن میگه کسی را که بر دو دستای خود خلق کرده. الله دو دست برای خود ثابت کرده. آدم این پیدایش الله به دستای خود کرده. میگه الله تو را به دست خود پیدا کرد. واسجد لک ملائکته، ملائکه خدا بر تو مسجود گردانید که سجده کنند به تو. وعلمک اسماء کل شیء، نامهای هر چیز بر تو یاد داد. فشفع لنا، شفاعت کو میگه نمیتونم. خلاصه این حدیث دراز است. هدف ما همی بود که وعلمک اسماء کل شیء، اینجا اسما تنها مسمیات کل چیز شامل میشه. چی را یاد داد برای آدم؟ مثلا مفسرین اینجا نامش گرفته که اینی آسمان است، این زمین است، اینی گاو است، این گوسفند است، این درخت است، این چوب است، این پیاله است، این قاشق است، این دیگ است. همین چیزی که هست، خب چیزی که در روی زمین است نامش هم میفهمی، طریقه استفادهش هم میفهمی. در استعدادش الله علم امان مختلف زبانها را یاد داشت. الله می پیدایش کرد. توی یک عالم جامع الکمالات بود آدم علیه السلام. گپ خوبان حالا در ژورنالیسم یک مضمون میخوانن، میگه انسان گپ از کی یاد گرفت؟ ارتباطات. گپ میگه به اشاره یاد گرفت. خب پیش از او از کی یاد گرفت؟ میگه توتی یاد گرفت. خب توتی، انسان توتی که پایین شد، استادش از توتی از کی یاد گرفت؟ از او توتی. او بالاخره به کلان توتی ها میرسه، مادرش. او عالی انسان الله نمیتونه مثل توتی واری نطق برش یاد بده. الله در قرآن چی میگه؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان الله برش یاد داد، گپ زدن یاد داد. بیان چی نمیگه؟ نطق. انسان قپس میکنن. خب در گپ زدن استاد انسان که توتی. اینجا ما میشینن حال انسان ها سر توتی کار میکنن، یا چند گپ یادش میتا یا میخوانن مضمون میگه توتی یاد داد. گفتم شما چی خواندی؟ گفت والا ما را توتی استاد ماست در زبان. گفتم این چتیات اساس پرتو معلم آدم الاسماء کلها. گفت والا استاد ما را گفتیم. گفت استاد گفت ما چون این مضمون به ما کسی داده خوانده رئیس ما هم نمیفهمیم. از همین آیت خبر نداره. گفتم این مضمون خواندنش گناه داره، مخالف قرآن است، مخالف آیت قرآن است. گپ توتی یاد داد. الله آدم علیه السلام زبان خو بعضی میگن که 100 زبان 1000 زبان یاد داشت. وقتی که الله پیدایش کرد گفتی چیز آسمانی چیز گفتی کی است؟ گپ ده. گفتی جبرائیل است، میکائیل است، اسرافیل است، اسرائیل. گفتی گاو چیز؟ گفت چطور میشه؟ کار ده گرفت ذبحش کرد، متستادش کرد، پوستش کرد. اوه قصاب بسیار ماهر بود. زراعت 15 زراعت نخونده بودی تو میفهمید. آجل قلبش کرد، دانه را انداخت، استاد شدم. او دادش ایسو حیران ماندن که چی؟ رباطه که حالی یکم کارم میکنه نه زی روح نباشه رباط. مردم حیران میمونن قیجان ازی چی کارا کده رئیس؟ روح هم نداره. حالی ملائکه دیدن که کار کده رئیس، گوسفندار ایسو میبره، گوار ایسو میاره، خرک سر سوار شد، اسب گفت میدوان داشته یک سال ایسو بده. جامع الکمالات بود، همه کار یاد داشت. نام هم میگیره، کارم پیش میبره. گندم خمیر کردن، پخته کردن، تندوری، نامهای هر چیز یاد داشت. واکی دیدن ایران موندن. ملائکه را گفت شما بگوین چی است چطور میشه؟ گفت ما کی میفهمیم گپاره. الله تو استعداد داده. خب اول انسان علم کامل داد. این میال ما و شما که تیاره جور کردیم و دیگه یاد مریخ میریم، علم الله میته. علم آدم الاسماء علم الانسان ما لم یعلم. انسان چیزی را یاد داد که نمیفهمید. همین علم ما از کجا شده؟ الله بر ما داده. من خود علمم ندارم. همین تیاره‌وان که تیاره جور کرد، مردم هم چیزای مادی را بسیار چی میکنه؟ تیاره جور کرد. تیاره را کی داد علمش؟ اگر نه چند هزار سال دنیا بود، میگه 1,00,000 سال پیش. چرا 1,00,000 سال پیش انسان جور نکرد؟ بگو. آیا دو چشم نداشتن، دو دست نداشتن؟ از ما شما کده خوب قوی و آن یک چلتن میگن، چی میگن؟ یک قبر است 40 متر درازیش بود، نه 40 متر درازیش بود، یک چی نکده میگه انسان 40 متر است. 40 متر درازی چشمای ازی چه قبوده، دستای ازی چه قبوده. خود تو یک موتر جور نکرد، نه یک موبایل جور نکرد. انسان که حالا آمده چینایی و سعی کن یک میده جانش است، نه چاینا و ژاپن، نه این مقایسه کرد. شک واری هستن.
چیزای جور میکنن. امی علم امی استعداد کی میتا؟ الله میتا. او عقیده را بفهم. ژاپن ببین، چاینا را ببین، نه چی چیزا جور میکنن. امی علم الله میتا. حالا خب انسان هم میکنه. اندونزیا را ببین، مالزیا مسلمان ها. پاکستان را ببین، دکتر عبدالقدیر ساینسدان از غور از افغانیست به معتوم جور کرد. پاکستان سوپر طاقت جور کرد. پنجمین کشور دنیا، هفتمین شده. عبدالقدیر غوری ساینسدان در امریکا رفت، علمش سرقت کرد، آمد پت یاد کرد، یادش نمیداد، آمد به معتوم جور کرد. علم اتمی را حتی به کره شمالی انتقال داد، میگه پیسه گرفت. به ایران هم می انتقال داد. خب اینا باش که از مسلمان ها یاد کنیم. میگین کافر میکنه، مسلمان آل هر چیزی را کافر جور میکنه، مسلمان هم میتونه. یعنی کمی درجهش فرق داره. دیگه هم یا نمیمانن هم بیشرف ها، نمیمانن. اینم تو میگرده تیارایشان شما جور نکنیم ما جور میکنیم. خب تو بیدینایی هستن. از یک سو میگن ساینس تکنولوژی، از دیگه شما را نمیمانن. میگه شما سلاح دفاعی جور کنین، ما که زدیم دفاع کنین. میگه خودتان سلاح تعرضی نکنین جور. حالا چرا ما نکنیم؟ میگه ما کلان هستیم اینجا، شما ما جور کنین باز کلانی را میگیرین. ما میگیم خب کلانای ما میگه سایس قبولت کردیم، ما میگیم نه قبول نداریم. کلانای ما میگه سایس، شما کلان ما خورد. وعلم آدم الاسماء كلها. این مسئله ساینسی است. الله تعلیم داد با آدم علیه السلام نام ها را کلا، تمامنش را، تمام چیزا، مسمیات، همه چیزا. باز چی کس معرض هم باز پیش کرد الله ایرا را علی الملائکه به ملائکه. فقال گفت انبیونی، خبر بتین ای ملائکه، خوب متوجه باشید، به اسماء هؤلاء، نامای همین چیزایی که با آدم یاد دادیم خبر بتین و طریقه استفادهش بگوین. چی گپ شد چی کردن؟ ان کنتم صادقین، خبر بتین اگر راست میگین. چی؟ اگر شما میگین که ما همه چیزا میفهمیم، علم داریم، بگوین. یا اگر شما میگین کسی را پیدا میکنی که غیر از فساد دیگه کاری نمیکنه، این اصلا کوئی یال گپ میزنه کتید که آدم چی کار میکنه. یعنی این کنتم صادقین چی بود؟ اینا گفتن که اتجل فیها ما یفسد فیها. این کسی است که غیر از فساد دیگه کار یاد نداره. خبر بتین اگر راست میگین. خب اینا چی میگن؟ قالوا کلشان گفتن سبحانك لا علم لنا، پاک هستی تو یا الله، علم نداریم ما الا ما علمتنا، مگر به ما اندازه که تو به ما یاد بیتی. تو که یاد نتی ما چی میفهمیم؟ یعنی یا الله علم خود تو میتی، انک انت العلیم الحکیم، بدون شک تو عالم هستی، صاحب حکمت هستی. از این فهمیده میشه که ملائکه عالم الغیب نیست، یا صریح است، غیب نمیفهمه.